من چند روز پیش رفتم پمپ بنزین، انعامی رو دادم به شخصی که اونجا داره کار میکنه. طرف به من میگه این پول مساویه با 7 روز کار کردن من. آیا اون شخص موقعی که میاد سر کار فکرشو میکرده که امروز قراره یک نفر به من پولی رو بده که مساوی باشه با 7 روز کار کرده من، ولی بدون اینکه من هیچ کاری انجام بدم، همین جوری؟ پس هر چقدر که این باور محدود کننده که فقط قراره از طریق اون شغلی که داری پول به زندگی تو وارد بشه رو بیشتر از بین ببری، بیشتر بهش آگاه بشی، بذاریش کنار، پول بیشتری به زندگیت از راهایی که فکرشو نمی‌کنی وارد میشه. چون بیشمار راه وجود داره که ممکنه حتی به ذهن تو هم خطور نکنه، دقیقاً مثل اون پمپ بنزینی. خب چطور قراره پول بهم برسه؟ یکی میاد همینجوری در خونه‌مو میزنه بهم چک میده، میگه بفرمایید این پول برای شما میره. یه نفر میاد تو صندوق پستی خونم پول میذاره میره پی کارش. بله، این یکی از بیشمار راهیه که احتمال داره پول مورد نظرت به زندگیت وارد بشه. بله، میتونه، یکی از بیشمار راهه. نکته بسیار مهم بعدی، برای ورود پول به زندگی بهتر هستش که روی مبلغ مشخصی تمرکز نکنی و بیشتر بگی که با اون پول چه کارهایی رو میخوای انجام بدی. جواهرات میخوام بخرم، لباس مورد نظرم میخوام بخرم، سفر میخوام برم. و موضوع بسیار مهم اینه که هیچ وقت پلن ترسیم نکن. من برای اینکه به این پول برسم باید این کارو انجام بدم تا به این پول برسم. براتون مثال میزنم شفافتر بشه. شخصی به من میگفت من پول میخوام، بعد میگفت خودش پلن میچید، میگفت خب من برای اینکه به این مبلغ مورد نظر برسم باید این کارو انجام بدم، باید اینقدر مشتری بیاد برای دفتر من، و داشت پلن رو میچید. کاملا اشتباه. پلن ترسیم نکنید. میخوام چیکار کنم با اون مبلغ، فقط نقطه نهایی رو تجسم میکنم. شما راه وجود داره که ذهن ما نمیتونه بفهمه، درکش بکنه. پلن ترسیم نکنید.